باشه بردن مره ها کردی مریض دلبر بیا یار من ای وای رفت یار من غریب ری کاره ها کردی شه عزیز دلبر بیا یار من ای وای رفت یار من سلام دوستان، الان شما یه دونه پارس مدل 1382 اصل فرانسه است با موتور X9 2008 سوپاپ. حتی باز بدن این ماشین 550,000 کیلومتر کار کرد داره. اصلا ماشین هیچ مشکل نداره. باید دیگه پرسنجشش عوض شده، دوزگیر داره. از اینجا چراغاش اسپورت شده، رنگ ماشین نداره. از بغل رینگ‌هاش فابریک نیست. چراغ‌های جلو و عقب تعویض شده. این ماشین از داخل همون داشبورد پارسیلیکسه که فقط سخنگو نداره، همون صفحه کیلومتر پارسیلیکسه. بعد ضبطش عوض شده، حتی صندلی هاش هم فابریکه. بعد یه نکته جالب داره که ماشین دارای آینه برگی فابریک داره، همون صفحه کیلومتر پارسیلیکسه. بعد از اینجا تنظیم نور خاموش میشه، نورش کم و زیاد میشه. بعد از اینجا نورش تنظیم میشه. ببینید اصلا تغییر دریچه گاز نداره. ببینید اصلا نداره. بعد فرمونش خیلی نرمه، ببینید اصلا تغییر نداره. ببینید صدای اگزوزش هم که زیاد نیست، موتور اصلا صدای موتورم زیاد نمیه. بعد نکته‌ای که داره گفتم که آینه هاش برگیه، اینو میزنیم ببینید با از اینجا تنظیم میشه آینه هاش.